چی گونه علامت ها را علامت های تصنیفاتی می نامند. آن علامت هایی را که نمودهای گوناگون را به همدیگر نزدیک می کنند علامت های تصنیفاتی نامیده می شوند. چگونه علامت ها را علامت های بیولوژی می نامند. آن علامت هایی که نمودهای گوناگون را از روی رفتار، طرز زندگی، افزایش به همدیگر نزدیک می کنند علامت های بیولوژی می نامند. دل آبخاکی ها چند خانگی می باشد. دل آبخاکی ها از 3 خانه، 2 دهلیز و 1 میدانچه دل عبارت می باشد. در دنیا چند نمود آبخاکی ها معلومند و در تاجیکستان چند نمود آنها وامی خورند. در دنیا 2800 نمود آبخاکی ها معلومند که 2 نمودشان قورباغه حوضی و غوک سبز در کشور عزیز ما تاجیکستان وامی خورند. آبخاکی ها توسط چی نفس می گیرند؟ بسیار آبخاکی ها توسط شش و پوست نفس می گیرند. آبخاکی ها از کدام حیوان ها پیدا شدند؟ آبخاکی ها از ماهی های 5 بال قدیم 300 میلیون سال پیش پیدا شدند. چند نمود آبخاکی ها به کتاب سرخ بین الخلقی داخل شدند. زیاد از 41 نمود آبخاکی ها به کتاب سرخ بین المللی داخل شدند. خزنده ها از کدام حیوان ها پیدا شدند؟ خزنده ها از آبخاکی های قدیمه استگوسفال ها پیدا شدند.